چورکو دهه‌ای در قلب کوه‌ها با حدود 23000 جمعیت در 150 کیلومتری شمال و شرق شهر خوجند مرکزی مأموری ولایت سوغد واقع شده است. برای رسیدن به این دهه مرز قرقیزستان را در چند منطقه عبور می‌کند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در این مناطق باز است و دهات دو کشور به گونه مخلوط جای گرفتند. با منظور آنکه شمار ساکنان تاجیکستان در این مناطق مرزی برتریت دارند، تاجران قرقیز حتی تجارت خود را به اسعار ملی تاجیکستان سامانی انجام می‌دهند. چورکو و مناطق اطراف آن ظاهراً آرام است. مردم پی کار و روزگارند. هرچند چند روز پیش در این دهه در یک عملیات مقامات انتظامی ناحیه اسفره و ریاست امور داخلی ولایت سوغد یک تن از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان محو کرده شد. این عملیات با درگیری شدید انجام شده و پناهگاه خسپوش عضو حرکت اسلامی ازبکستان در بام عاقلخانه یک ساکن چورکو تخریب شده است. به منزل زیست آن ساکن و منزل‌های اطراف آن زیان نرسیده است. مقامات شعبه دوم امور داخلی شهر اسفره میگویند 2 نفر از این منزل که عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند با جرم همکاری با تروریستان بازداشت شدند. من این زنپایی که حالا حضور دارد این وقت بودم نمینم فقط خوشوکی سخت کرده بودیم. بعد کارگرها حلاس کرده برآمدن. من این بیو میشتر بالاخانه همون سلاح بدستان پناه شده جایگیر شده بودیم. مقامات قدرتی از در وقت عملیات سر کردن اساساً اهمینجا و از قفاش سر کردیم. از دو طرف 4 طرف این خانه را ما احاطه کردیم. مقامات انتظامی شهر اسفره میگویند فرد محو شده در این عملیات در باشگاه‌های تروریستی یکی از کشورهای اسلامی تعلیم گرفته است و فعلا 21 نفر از ساکنان این شهر و ناحیه با جرم‌های مختلف از جمله تروریسم و عضویت در حزب و حرکت‌های ممنوع در پیگرد قرار دارند که 15 نفر آنها ساکنان جماعت چورکو و دهات اطراف آن بودند. با اطلاع مقامات شعبه دوم امور داخلی شهر اسفره پس از انجام 2 عملیات اخیر تعدادی از آن افراد در کوهستانی با جماعت چورکو هم مرز قرقیزستان پناه بردند. اگر حاضر به همه وحش و دیگر مردم همه خانگی من اقا آرام زندگی نکرده میترس شب شود همش وهمدار همه ما یک خانه به جوگت ورقت پستی گشته اگر همش همه خانه ما و یو بچه ها ترسیس هست مقامات امور داخلی شهر اسفره علت اصلی به گروه‌های تندگرا پیوستن جوانان محلی را در تعلیمات غیرقانونی مذهبی عنوان می‌کنند. شمس الله محمودوف سردار شعبه اول امور داخلی شهر اسفره میگوید تعدادی از جوانان محلی که در خارج تعلیم دینی گرفتند با تقاضای والدین بازپس به وطن برگردانیده شدند. همه یا غیر قانونی به هر واسطه دیگر میروند از قید نگذاشته و خودسرانه با مسئله دیگران رفتن غیر قانونی میخونند و در اونجا عموما با اکستریمیزم دعوت میکنند، بعد تروریست تیار میکنند، متهم میکنند، بعد اومدن هر گونه حرکت‌های چون نوبتلو رو صادر میکنند. در جماعت چورکو و دهات اطراف آن در گذشته و امروز نیز مردم به دین اسلام و تعلیمات مذهبی توجه خاص دارند. در این جماعت 2 مسجد جامع و چند تعداد مسجدهای 5 وقتی فعال است. اطفال همزمان با علم دنیوی علوم اسلام را نیز می‌آموختند. اما در چند سال پیش یگانه مدرسه اسلامی این جماعت بسته شد. روحانیان میگویند سبب بسته شدن این مدرسه بازداشت 3 ساکن اسفره در افغانستان از سوی نیروهای آمریکایی بوده است که گویا در همین مدرسه تعلیم گرفتند و با طالبان همکاری داشتند. و به قول رشید خان سید محمدوف امام خطیب مسجد سری بازار چورکو بسته شدن یگانه مدرسه اسلامی باعث تعلیمات غیر قانونی مذهبی در منزل ملاها و تعلیم جوانان در کشورهای اسلامی شده است. وقتی که همین خیلی مانع ایجاد کنی ها که بسیار می شود بعد همین خیلی پدیده های نامطلوب پیدا شدن می گیرد خواه نخواه می شود. 70 سال دوره شوره بنده از درون خود همین خیلی ها پیدا شدگی بودن. شاید همین جوان ها از جهت بیکاری باشد، مثلا بیکار که می گردد یک گروهی دیگر از یک طرف می بیاد یا کمتر پول میتید یا کمتر یک زندگیش به یاردن میکنه، شاید همین خیلی باشد.
коршиносон бар инанд ки сабаби аслии таваҷҷӯҳи зиёди мардум ба дин дар ҷамоати чоркӯҳ ва деҳоти атрофи он мавқеи ҷуғрофии он манотиқ ва шомил будан ба водии фарғона аст, водие ки ба қавли онҳо дар гузашта ва имрӯз низ дар ин минтақа маърифати ислом миёни мардум бартарият доштааст. ҳарчи қадар маҳал аз маркази маъмурӣ, аз маркази фарҳанги дунявӣ дуртар бошад, албатта гумроҳ кардани мардуми он ҷо осонтар мешавад. мавқеи ҷуғрофии ҳамин маҳалҳо, яъне барои қувваҳое ки қувваҳои тунраве ки дар марзи байни қирғизистону тоҷикистону ӯзбекистон амал мекунанд, хеле вазъияти мусоид фароҳам меорад. коршиносон ҳамчунон меафзоянд, аммо бо сабаби он ки дар ин минтақа назорати марз бо мушкил рӯбарӯ аст ва дар бархи минтақаҳо аз ҳарду ҷониб назорат намешавад, вазъро печидатар месозад ки боиси интиқоли нирӯҳои тунгаро ба манотиқи мухталифи тоҷикистон мешаванд.